سال 1370 بود که بانک سپه برای اولین بار کارت‌های الکترونیک برای مشتریانش صادر کرد. کارت‌هایی که مشتریان را از ایستادن در صف و بعداً دردسرهای شمردن پول خلاص می‌کرد و با آن می‌شد از دستگاه‌های خودپرداز بانک سپه معروف به آبربانک پول گرفت. حالا بعد از 2 دهه کمتر کسی است که گزارش به دستگاه‌های خودپرداز نیفتاده باشد و 160 میلیون کارت بانکی در دست مردم ایران است. کارت‌هایی که برای استفاده از آنها فقط به یک شماره رمز 4 رقمی نیاز است. رمزی که بجز خودپردازها برای خرید در فروشگاه‌های دارای پایانه فروش یا اصطلاحاً POS هم کافی است. به تازگی یک کارمند سابق شرکتی خصوصی که این پایانه‌های فروش را نصب می‌کرده، اطلاعات بیش از 3 میلیون کارت بانکی را منتشر کرد. اطلاعات منتشر شده شامل شماره و رمز کارت‌های بیش از 20 بانک مختلف است. خسرو زاره میگوید انگیزش از انتشار این اطلاعات نشان دادن ضعف‌های امنیتی شرکت است و هشدار به مدیران شبکه بانکی درباره نارسایی‌های امنیتی سیستم‌های نقل و انتقال الکترونیکی پول. به همین خاطر اعداد رمز هر کارت در یک عدد 14 رقمی پنهان شده. اما اطلاعات افشا شده بعید است دارایی بانکی کسی را به خطر بیاندازد. بدون داشتن کارت استفاده از خودپردازها و پایانه‌های فروش که ممکن نیست. برای خرید اینترنتی هم بجز شماره کارت به رمز مخصوص خرید اینترنتی و اطلاعاتی مثل تاریخ انقضای کارت نیاز است که فقط روی خود کارت می شود پیدایشان کرد. یکی از مدیران بانک مرکزی ایران گفته اطلاعاتی که منتشر شده محرمانه نیست و در اثر اشتباه نرم افزاری در یک شرکت خصوصی درز کرده. اما چون نرم افزارها اصلاح شدند امکان تکرار این اتفاق وجود ندارد. مدیر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفته هیچ برداشت غیر مجازی از کارت‌هایی که اطلاعاتشان منتشر شده انجام نشده و از مردم خواسته قبل از هر کاری رمز کارتشان را عوض کنند. در نبود قانونی روشن برای حفظ امنیت اطلاعات الکترونیک افراد این سوال مطرح می شود که آیا بانک مرکزی به اندازه لازم بر بانک‌ها و شرکت‌هایی که به اطلاعات مالی مردم دسترسی دارند نظارت می‌کند؟ بهرنگ تاجدین، BBC. خسرو زاره مدیر پیشین نرم افزار شرکت انیاک است که اطلاعات 3 میلیون کارت بانکی را روی وبلاگی منتشر کرده. آقای زاره حالا از ایران خارج شده چون میگوید با افشای این اشکالات در شرکتش و نزد مدیران بانکی ایران به دردسر افتاده. ساعتی پیش از او خواستم توضیح دهد که چطور به این اطلاعات دسترسی پیدا کرده. ببینید بحث دسترسی تنها من نیست. مشکلی که من مطرح کردم این هست که افراد زیادی به این اطلاعات دسترسی دارند و این یک چیز خیلی خطرناکی هست. علت هم این هست که مسائل امنیتی رعایت نشده. من زمانی که مسئولیت داشتم در شرکت انیاک این موضوع رو به مدیران گوشزد کردم ولی آنها اعتنایی به این قضیه نکردن. من برای اینکه یه خورده موضوع رو بازتر کنم میخوام توضیح بدین که این شرکتی که ازش صحبت میکنین دقیقاً چی کار میکنه در ایران؟ شرکت انیاک یک PSP هست، به اصطلاح Payment Service Provider هست. این دستگاه‌های پوزی که کارت‌های مردم روی اونها توی فروشگاه کشیده میشه، این دستگاه‌ها رو نصب میکنه، نگهداری میکنه و امکان اتصال این دستگاه‌ها به بانک‌ها رو فراهم میکنه. حالا این مشکلی که ازش حرف میزنید، یعنی که شما تونستین به عنوان یک کارمند اون شرکت به رمز عبور آدم‌ها دسترسی پیدا کنین، از کجا ناشی میشه؟ ببینید بحث گفتم من نیستم که دسترسی به این رمزها پیدا کردم. بحث این هست که مسائل امنیتی رعایت نشده و خیلی ها به این رمزها میتونن دسترسی داشته باشند. به خاطر همین عدم رعایت استانداردهای امنیتی که باید توی سیستم‌های بانکی لحاظ بشه. مشکلی که ازش صحبت میشه مشکل نرم افزاریه. بانک مرکزی میگه اون مشکل نرم افزاری و اون سوراخ امنیتی رو چند وقتیه که حل کرده. ببین بحث سوراخ امنیتی نیست. بحث این هست که مشکل امنیتی توی شرکتی که من اطلاعاتش رو توی وبلاگم پخش کردم رعایت نشده و این باعث شده که وقتی که یک مشتری فروشگاه کارتش رو توی پوز فروشگاهی استفاده میکنه، افراد زیادی میتونند اون کارت رو کپی کنند، رمزش رو هم داشته باشند و از اون حساب بانکی سوء استفاده کنند. مشکل مربوط به بانک مرکزی نیست، مشکل بحث نرم افزاری هم نیست.
بعضی جاها برای رعایت مسائل امنیتی ما نیاز به استفاده از سخت افزار داریم. مشکلی هم که در شرکت انیاک وجود داره عدم خرید و تجهیزات سخت افزاری لازم برای تامین امنیت سیستم هاست. خب حالا مگه بانک مرکزی نباید نظارت کنه به این شرکت‌هایی که به شرکت‌های خصوصی که باش کار میکنن، ببینه که این همه مسائل امنیتی رو رعایت میکنن؟ من توی گفتگویی که با مدیر شرکتمون آیه حجازیان داشتم دقیقاً به این موضوع اشاره کردم که چرا شما هزینه‌های لازم برای مسائل امنیتی رو نکردید. یکی از دلایلی که ایشون ذکر کردن همین نکته بود که بانک مرکزی باید نظارت داشته باشد، چون نظارت نداشته ما هم خودمون رو ملزم به رعایت ندونستیم که از دید من کاملا حرف ایشون غیر منطقی هست، ولی خب این دلیلی بود که ایشون آوردند. یکی از نکاتی هم که من در حین همکاری با شرکت انیاک دیدم دقیقاً همین موضوع هست، یعنی نظارت بانک مرکزی به هیچ عنوان به صورت فنی و تخصصی نیست و این عدم نظارت دقیق باعث میشه که شرکت‌های خصوصی مثل شرکت انیاک سوء استفاده کنند از این موضوع. آقای زاره، شما به طور مشخص با مدیران این شرکت انیاک مشکل داشتید و اصلا از همینجا ماجرا شروع شده. فکر نمی‌کنید که انتشار اطلاعات خصوصی مردم، انتشار اطلاعاتی راجع به رمز بانکی اونها روی وبلاگ شما حریم خصوصی اونها رو در خطر انداخته؟ ببینید، من رمز بانکی رو کاملا به صورت محرمانه توی وبلاگ خودم گذاشتم. رمزی که 4 رقم هست در داخل یک عدد 14 رقمی. فقط دارنده حساب بانکی و کسانی که به اون رمزها دسترسی دارند از کانال‌های مختلفی که به خاطر همین عدم رعایت مسائل امنیتی ایجاد شده میتونند اون رمز اصلی رو داشته باشند. باید به خاطر داشته باشیم هموطنان ما اگر اشتباهاً 3 بار رمز رو اشتباه وارد کنن کارت بانکیشون میسوزه. یعنی اینکه مخفی کردن یک عدد 4 رقمی در داخل یک عدد 14 رقمی هیچ لطمه‌ای به هموطنان نمیزنه. یعنی شما ادعا می‌کنید به هیچ طریقی حریم خصوصی افراد رو و رمز بانکی اونها در معرض خطر قرار ندادید؟ به هیچ عنوان. ببینید، من به عنوان مدیر آیتی توی اون شرکت همکاری می‌کردم و این اطلاعات رو به عنوان یک متخصص در زمینه آیتی و تامین کننده امنیت سیستم‌های بانکی و طراح و تحلیلگر این سیستم‌ها عرضه کردم و پخش کردم و این فقط جنبه اطلاع رسانی داره. میتونستیم اطلاعات اصلی مردم که کاملا محرمانه هست رو هم اعلام کنیم. من این کار رو برای مدیران بانک‌ها ارسال کردم. اطلاعات رو به صورت رمز شده براشون ارسال کردم که نشان بدهم که در شبکه بانکی ما بعضی جاها مشکل داریم. برگردیم به خود مشکل امنیتی. الان بانک مرکزی داره میگه که آدم‌ها تا زمانی که رمز کارت بانکیشون دوباره عوض نکنن نمیتونن از کارت بانکیشون استفاده کنن و این تغییر رمز باعث میشه که مشکل حل بشه. واقعا اینطوره؟ ببینید، تغییر رمز مشکل رو حل نمیکنه. شما هر بار که کارت رو روی پوز شرکت انیاک کشیدید اون یک جایی ثبت میشه، هم رمز شما هم اطلاعات کارت شما. پس تنها تغییر رمز کارت نمیتونه مشکل رو حل کنه. اگر واقعا بانک مرکزی بخواد مشکل رو به صورت اساسی حل کنه باید مسائل و استانداردهای امنیتی لازم رو با نظارت دقیق کنترل کنه، ببینه آیا شرکت‌ها رعایت میکنند یا نه.